42,000 نفر کشته شدن. بیشتر از اینا هم بشه، نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفهمودن گیرم که ابرقدرت ها همه ما بسیجی های دنیا اسلام رو به دار بکشن و همه زنان ما رو به اسارت بیارن. برای رسیدن به مقصد میارزه. مقصد بزرگه. خدا زمان وجود داره یا نه؟ نقد. حالا همین عرض میکنم. مزدای خدا هیچ کسی مثل خدا با بندش نقد معامله نمیکنه. آخه همش شکست بوده. الان 1400 سال جریان حق در اقلیت بوده یا اکثریت؟ اولا عنایت بکنید تو طرح بزرگ خدا 1400 سال هیچ چی نیست. من انسان حق ندارم که من انسان باید بزرگ بشیم. ما باید در خطبه های جمعه از افغانستان تا یمن، از ایران تا فلسطین متحد بشیم. این پراکنده‌ای که اینا ایجاد کردن باید یه الفتی ایجاد بکنیم. با این الفت ما میتونیم به این طرح غالب بشیم. همون امت شکل بگیره. وقتی اقتصاد یکی از مراحل امت سازی